جفت دوتا. ولی شما در این سالها خیلی هم مقاومت میکردید. یعنی من شنیدم که مثلا اگه میرفتید یه جایی یه عکس خاصی رو میخواستن بزنن یا ترتیب خاصی در سالن میخواستن اجرا بکنن، شما میگفتید نه و وای میستادید. بله. آره. چطوری این کارو میکردید؟ خب به اتکای که راه همه درست دارم میرم، به اتکای این که منطقم درسته، به اتکای غروری که داشتم و برای احترام به هنرم مجبور بودم واسطم جلوی اینا. اصولا نگران نیستی که حکومت بخواد با شما برخورد بکنه؟ چه برخوردی میخواد بکنم؟ بازداشتتون کنه؟ خوب بکنه. حراسی نیست از چیز. ولی این شما مثلا یادتونه که مثلا این ترانه فرض کنید ایران سرای منو خوندید در چه وضعیتی بوده، چطوری بوده؟ فرض کنید ایران سرای امید. خب این سپید در با سپید دمید این خب اون حالت رستاخیزی بود که در جامعه پیش اومده بود. خب ولی خب اشتباه زیاد کردن دیگه. این اون حالت رو داره میگه که بر بامت سپید داری. بعد دیدیم که بعد چند آمدن این بخش میکنن نشون میدن که آقای خمیلدار از پله ها پایین شعر میذاره. من این رو برای ایشون نخوندم اصلا. این برای اون حالتی بود که در مردم ما پیدا شده بود. برای شخص نبود. ولی بعد دیدم داره استفاده اینجوری میشه ازش. یکی از ترانه‌های معروفی که شما میخونید و مردم خیلی دوست دارن مرغ سحره. با اینکه یکی از ترانه‌های قدیمیه، چرا همچنان امروزه مرغ سحر برای مردم ایران اینقدر جذابیت داره؟ چی هست در این موسیقی؟ خب همون تأثیری که در کلام این تصنیف هست، زبان حال مردم امروز ماست. ظلم ظالم جور صیاد آشیانم داده برباد، ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر کن. خب مردم همین باهاش میخونن. این یه اعتراضی است که در جامعه وجود داره. وای که شما بیداد انتخاب کردید برای خوندن، چی میخواستیم بگیم؟ چه چیزی در حافظ قرن هشتم بود که در قرن 14 هم همچنان جا داشت؟ اعتراضی بود که بعد از 4 سال از به ثمر رسیدن انقلاب سال 57 در سال 61 و 62 61 من خوندم. دیدم حرفایی که زده شده کو؟ قولا که زده شده کو؟ چی شد؟ ما چی میخواستیم؟ چی دست آوردیم؟ چرا اونی که مردم میخوان به دست نیاوردن؟ اونجا باتی من گفتم که یاری اندر کس نمیبینیم یاران را چه شد. شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار. مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد. من شنیدم که یکی از آیت الله میدونم حکم مصادره اموال داده بود از این بازی‌ها که ما شبانه هر چی نوار و دستگاه ضبط و هر چی داشتیم که از دستبرد بیرون باشه بردیم از خونه بیرون. یه فرش و مبل هم بیا ببر. ولی نوارا من تو انقلاب 3 دفعه جابجا کردم با چه گرفتاری. بعد یه دفعه دیدم که یه فتوایی از آقای خمینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان و اینا. درست قبل از بارمزون تابستون 58. من گفتم خداحافظ شما، جای ما نیست. موسیقی مخدره؟ یعنی موسیقی جوریه؟ حرام میخوان بگین. خودتون میدونه خودتون. درست قبل از ماه رمضان بود این موضوع اومد. الان در دوره بعد از انتخابات هم به حال شما اسمتون خیلی بیش از گذشته مطرح شده، به خصوص موقعی که گفتید ما خس و خاشاک هستیم. این آدم اومد تو تلویزیون به مردم آمد نیشخند زد و گفت بیایید خس و خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روون اومدیم. محمد گفتم خب من صدای این خس و خاشاکم. اما این خس و خاشاک وقتی که طوفان به راه بیفته چشم آدم ها رو کور میکنه. شما احساس میکنید در جامعه ایران یه خشمی وجود داره در مقابل وضعیت موجود؟ خشم و هیچ کس چلی خشمی نمیتونه بگیره، هیچ نیرویی.
یه ملت وقتی که خشمش برانگیخته میشه هیچ نیرویی نه، تاریخ نشون میده هیچ نیرویی نتونسته جلوش مقاومت کنه. 5 سال و 10 سال و 20 سال و 15 سال اینا هم چیزی در سن تاریخ نیست، لحظه است. شما نگران آینده نیستید؟ نگران آینده نیستم. آینده که خب آینده دور دراز نیستم، اما گذر سختی در پیشه، بسیار سخت و خیلی واقعا نگران کننده است. اگه این دو حرف هم دیگر رو نتونن خوب بشنون خیلی خطرناک. کدوم دو حرف هم دیگر خوب نشنون؟ این دو که در مقابل هم حکومت و مردم. بله. یکیشون بایستی منطق دیگری بپذیره، مثل ولی در پایانش اون چیزی که مردم میخوان به دست میارن. و آخرین ترانه هم که شما خوندید زبان آتش، اونجا که من میدونم آخرین زبان آتش که اونم شعر مشیدیه که مدت‌ها پیش گفته بود. بله. اون چه ربطی داره به زمانه فعلی؟ خب دیگه بعد انتخابات ما یه چیزی دیدیم که حقیقتش دیدم که باعث بگیم که تفنگت بزنه. آدم به روی برادرش که آتش نمی‌کشه، تفنگ نمی‌کشه. حرف حسابی باعث جواب